You don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far. Maybe you will become in the future. We can always have some exceptions. Here and there. But yes, but on the average, I repeat again, when have you produced the top scientists? Do you feel your wife is one of these rare exceptions? I prefer not answer. اسلام میخواد که زنان رشد فکری و علمی و اجتماعی و سیاسی و بالاتر از همه فضیلتی و معنویشون به حد اعلا برسن و وجودشون برای جامعه بشری و خانواده بشری به عنوان یک عضو حد اعلای فایده و ثمره رو داشته باشه. یه مسئله مشاغل اجتماعی و مدیریت هاست. این از من سوال کردن بعضی از خانوما. اینجا هم مسئله جنسیت مطرح نیست. مدیریت های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی دولتی، حضور زنان هیچ محدودیتی نداره. باید شایستگی رو نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود نداره.